پس از پایان مراسم رئیس جمهور نماز ظهر رو در محل صد به جا آورده و پس از گپ و گفتی کوتاه با اهالی منطقه آماده عزیمت به تبریز میشه. اما وضع هوا در لحظه پرواز چگونه بود؟ این تصاویر از لحظه پرواز بالگرد هاست و این پلاتون. تصاویری که یکی از همراهان از لحظه جستجو ثبت کرده نشون میده توده ابر موجود دید رو محدود کرده و با این شرایط جستجوی هوایی بی نتیجه بوده. دیدن به زمین تلاش میکنن تا با سرنشینان بالگرد حامل رئیس جمهور تماس برقرار کنند. تا اینکه در ساعت 2:18 یکی از تماس‌ها با تلفن صدای من رو دارید؟ حالتون خوبه؟ از این پس تماس با تلفن همراه خلبان مصطفوی که توسط آیت الله الهاشم پاسخ داده میشه تنها امید برای یافتن بالگرد و سرنشینان آن است. بقیه کجان؟ یعنی تصاویر از بالگرد صانع دیده رو مخابره می‌کنند. تصاویر نشون میده بالگرد در محدوده بین روستای عزی و تویر سقوط کرده و همه سرنشینان آن هم در این سانحه به شهادت رسیدند. گزارش‌های اولیه میگه بالگرد در مسیر پیش بینی شده از قبل ادامه مسیر داده و از مسیر تعیین شده پروازی خارج نشده. حدود 1.5 دقیقه قبل از سانحه خلبان بالگرد حامل رئیس جمهور با 2 بالگرد دیگر گروه پروازی در ارتباط بوده. آثار اصابت گلوله یا موارد مشابه آن در اجزای باقی مانده بالگرد صانع دیده مشاهده نشده و بالگرد پس از برخورد با ارتفاع دچار آتش سوزی شده و اینکه در مکالمات برج مراقبت با گروه پروازی مورد مشکوکی مشاهده نشده. یک گزارش اولیه بود و گزارش‌های کارشناسی دقیق‌تر را کمیته ویژه ستاد کل نیروهای مسلح در آینده ارائه خواهد